کجایی؟ ایتالیا. ایتالیایی. این مدرن ترین نوع خط تولید ایران. جای دور بعد اسکله شاید عجبیه. What's up guys؟ چطورید؟ عزیز گلاب هستم. خیلی خوش اومدید به کانال من. حتی داریم میریم بک استیج بگیریم، در جریانین با همکار خودمون خوبمون آقای هومن داریم. از آهنگای میذارم. بچه یه شرک صنعتیه، کارخونه جوری هم دور بزنم هم کلاژ بگیرم. بعد قراره بریم بچه ویدیوشو بگیریم، الیجاتاشو قراره هومن بزنه، تصویرهای زمینش شو من بزنم. بکستیش هم تو هومنه. آره بکستیج زحمتش هم از راه دور، بچه یه دونه داشت که اینجا این، یه دونه داشت هم تو قلب هومنی، از اون ور میگیره که دیگه هم بالا. آره بالا. اگه شد میخوایم گوپرو ببندیم رو هلیشاتش بفرستیمش بالا و کسی بگیره. اصلا باشی. خوبی شما؟ آخرتون بخیر باشه. عزیز شما. همین محدوده رو هم ببینیم که چه جوری داستان. این محوطه کلی کارخونه، حالا من یه لحظه اینجا رو ببین موارد. اوکی. خوب هستی شما؟ اتاق کنترله؟ یه چیزایی هستش که ما مثلا کجایی؟ ایتالیا. ایتالیایی. این مدرن ترین نوع خط تولید ایران. مدرن ترین. خشک خالی میشه. از پشت خالی. از خشک. ما بسته بندی وقتی کارش تمام میشه میاد اینجا. سوله رو بگیر. ببین هرچی بیشتر باشه سکانس بهتره از لحاظ فنی. دسته دو گرفتن. بهش میگن دیجی های رونین ام. آره دقیقاً. یاد گذاشته بود تو دیوار آف گذاشته بود. میگن دیگه کامل دیگه از سه طرف دیدن. حتی لرزشی دوربین اوکیه. خیلی گرمه. اگه سیجر دیگه هر موقع بیکار بودی به هم بگی. استراحت ریز بزنیم. منم ببینید که منم ببینم. بچه استراحت ریز بزنیم. ترسیده. بچه بک استیجی که دیدید رفتیم بالا. اسپایدرمن مثلا الان میخواد هومن هلیشو بفرسته بالا، کادرهای داخل رو بگیره که دیگه حالا یه سری کادرهای خسته هم من بگیرم. بریم که رفتیم.
بچه که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید لایک سابسکرایب یادتون نره تا پروژه بعدی و درود گود بای